تلفن های 33 دقیقه قدیمی بسیار کاربرد راحت و آسانی داشتن برای هر استفاده برنده، اما برای نسل خود تلفن های خوب بودن. اما تلفن های نوی که من امروز دیدم 33 دقیقه که در بازار هست، از نظر شکلی فرق میکنند، از نظر سیستم عامل اندروید دارند، نیروی برقشان تا 25 روز دوام دارد. با نظر من نرخشان هم $50 بسیار مناسب است. تلفن های نوکیا 3310 رو در یاد داره؟ بله. چی خصوصیتاشون یادتون مونده است؟ اون نوکیا بلند 4 مغز کانادا. اما خوبی داشتن که ضریعتاشون بسیار میبردن. نمیشکست، میغلطید سوز یکون چی نمیشد. اوز همون خیلی کیو. بعد تلفنتون ایواز کردین شما؟ البته. شرکتی مرور زمان ایواز کردیم. نوکیا کم تا رقیب موند. برای همین اندروید گذاشته. و شرکت نوکیا تصمیم گرفته است که همون تلفن نوکیا 3310 رو با سیستم اندروید و نصب دستگاه عکس برداری دوباره با بازار درآورد. اگر برای شما از اون خریداری میکردید؟ اگر طلبات وزرایی که من دارم و یک خونه گردونه چی بنده میبینیم این بازار است. اگر همون تلفن رو در شکل نو با سیستم اندروید دوباره وارد بازار شما خریداری میکنید؟ البته میسوخ تلفن بقوت است، همه او را خریداری میکند. ما بیشتر از اون استفاده میکردیم به اون خاطر که همون نیروش بیشتر میرسید، به این خاطر استفادهش میکردیم. دیگر یکمش به یادم نیست، چون هم میدونم بقوت بود، چون 4 مغز شکنکش میگفتم در هر جایی که میافتید میبینیم که نشکسته، و هم گفتم همون نیروش بیشتر میره. هر چیزی که میخواستن برقرارش کنن دیگر نمیشه. مثلا بسیار چیزا را میخواستن برقرار کنن دوباره با همون موقع آبرویی که داشت، اما نشده بود. یادم هست چند چیزایی که میخواستن کنن اما نشد. به چه خاطره؟ به اون خاطره که الکی جایگزینی او چیزهای دیگر شده است. خاصیت از همون خوب است که وقتی من در دهات زندگی میکردم، اصلا که قوه برق مثلا با ما مشکلی بود، اما قوه باتریش نقص بود. دوم آوازی بلند داشت. با فکر من یک بسیار تلفنی مستحکم با قوت، از سببی که مثلا با اینترنت در آمدن نمیشه، هر گونه سایت ها رو استفاده برده نمیشد. خب با گذشت ایام مثلا هم قدم بازمون بعد تلفن ها رو ایواز کردیم. اگر همون تلفن ها دوباره وارد بازار شوند، شما از سر نو خریداری میکنید؟ و هنوز هم دارم.